در مرکز شهر کیف دهه قامت افراخته است. در آن مخالفین حکومت اوکراین خانه‌های تختگی و خیمه بنیاد نموده تقاضا دارند که کشور به اتحادیه اروپا روی آورد. از اینجاست که امروز میدان استقلال اوکراین را یورومیدان مینامند. ما امکان نمیدهیم که محافظان ما، حامیان آزادی کشور ما گرسنه گردند. بعد چندین برخورد خشونتبار در کوچه های کیف، اعتراضگران که از ماه نوامبر به این طرف در یورومیدان جمع شدند، تصمیم گرفتند گروه های خودمحافظت تشکیل نموده جمع آمدگان را از حمله های پلیس و طرفداران حکومت امین نگه دارند. ما مردمی صلح دوست هستیم ولی تیاریم به هر گونه اغوا و هر دسیسه‌ای که رژیم برای ما پیاده خواهد کرد پاسخ دهیم. فعالان یورومیدان عملیاتشان را توسط فناوری‌های نوساخت تنظیم نمودند. آنها با واسطه شبکه‌های اجتماعی خریطه نیازمندی‌ها از مکان تأمین غذا تا نقطه‌های تجمع واحدهای پلیس را علامت‌گذاری کردند. اعتراضگران بعد اشغال شورای شهرداری کیف آن را به مرکز کمک طبی اولیه تبدیل دادند. بیماران جدی باشد به شفاخانه انتقال داده می‌شوند. مردم زیاد از خستگی اذیت میکشند. ما به آنها مشورت میدهیم که کمی خواب روند و بعد میبینیم که حالشان چگونه است. در ماه ینور اعتراضگران مرکز انجمنهای کیف را اشغال نموده آن را به کتابخانه مبدل نمودند. در مرکز انجمنها برای گردآمدگان کتاب‌های گوناگون به زبان اوکراینی جمع‌آوری شده. آنها کتاب میگیرند و وعده میدهند که آن را برمیگردانند. ساکنان کیف کتاب‌های فلسفی، علوم روانشناسی، تحقیق جنایات، قصه‌های عشقی و تاریخی هدیه کردند. ساکنان کیف که مستقیما در اعتراض‌ها شریک نیستند، به این کتابخانه مردمی کتاب تحفه می‌دهند. با فکر من افراد بهترین ما امروز در اینجا جمع شدند و آنها نه تنها به غذا بلکه به کتاب هم نیاز دارند. در یورومیدان هنرمندان هم کم نیستند. آنها کلاه‌ها و سیپرهای اعتراضگران را گلکاری نمودند. در میان اعتراضگران نمایشگاه عکس و نقاشی نیز برپا شده است. اعتراضگران در یورومیدان آهنگ‌های ملی می‌نوازند و از هنر آوازخوان و بسته‌کار معروف اوکراینی روسلانا حلاوت بردند. اخیراً در یورومیدان مراسم عقد نکاح یک جفت جوان که با اعتراضگران در یورومیدان همدل و همفکر میباشند.